Kabira. Şöyle bir numara meşe, hiç yememişim. Çile uzun çıkar. Çile çıkar. Ne hiç yemez ama şu dar yiyorum dar. Ne yapıyoruz? Ne çağır? Sabiore nazane چیزا میای بابشکنه این دیگه سایده نداره رنگش موکی بروا یگون چیز بخره نداره دیگه ایشتا شما تو میاره میزنه میپرتوره نادالتی ابنه دنگای راش بچه داره نه بچه داره نه دختر داره نه یگون صاحب داره نایه راش تبینه صاحب نداره دقرم صاحب نداره چیزی معیوبی به چرا گیرته پرتوفته سودیان سه معیوبه حکمت نایه راش نمتری که سوده با مجموعه مهاجر ما دو معیوب از سال 2009 در همین ناحیه رشت استقامت میکنیم و یک خانه که به ما محترم جناب عالی به ما معیوبان که 4 معیوب در یک عالیه هستند توفه داده و در سال 2023 رئیس ناحیه و حکومت جمهوری ناحیه رشت حکومت به طریق زورآوری ما را از خانه بدر کردند و تمام چیزهای ما را از خانه پرداختن ما را به این حال گذاشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کل مردم مسلمان از همتان خواهش میکنم برادرای عزیز امروز نواری که اول این خاک مودم انشالله آخر در همش میمونم با پورگی ختم میبینین. امروز یک واقعه چیزی که با ویدیو زنگ زدن نشان دادن باور که به نهایت زیق شدم که دو خواهرک که معیوب هستند خیلی چون برای با فرمان رئیس ناحیه رشت امروز اینها را از خانه بیرون کردن و خانهشون به دیگر بگیم انسان دادیان. این خانه را پیش چند سال پیش جناب عالی مقصد به یا توفه کرده است اما بگیم توفه کرده دکمه ایسا و شرایط دکمه نکردیان اماش از دنیا چند ماه پیش میگذرد. این مدت چند ماه یا چند بار اومدن که ای خانه بروین و امروز همو قرار مقصد قرار داد یا چی کار کردن امضا کردن اومدن امروز مجبورن از خانه دو معیوبه که با یک عذاب رحم همش میمونم تماشا کنین با یک عذاب رحم میگردن همینا رو از خانه پیش کردن. من هم میدونم خیلی من خواهش کردم از رئیس محله مادری که ما را میشناخته زنگ زده با ویدیویی دیدم که همجا هم سکاری هم بود پژر هم بود همش بود حتی من با یک برادرش همجا کار کنه هیچ حقوق گپ زدم انشالله گفت یگان جای دیگه جاشون میکنه چی میکنیم اما متاسفانه همه رفتن هیچ که به داد این خواهران نرسید. این همی پرد دوشنبه سیتی با نمره خواهر است میمونم مدینه میبروی خواهر چی قدری میتونین همین خواهر کمک کنین و امروز مراجعت ما با حاجی رحیم غرمی که از ناحیه غرم است همین رشت به خاطر الله اگر برادر عزیز ویدیو ما تماشا کرده باشی این همینجا نمره همین خواهرها است یک کلبک اگر به خاطر الله اگر بتونین یک کلبک همین مادر همین خواهرک را یاردم کنه که هیچ کس نداره. برادرایی که مقصد دلتون دور میره چی میره این پرده نمره رئیس محله همین مادر میمونم تلفنش واتساپ داره میتونه که زنگ بزنین حاضرم همین خواهرها در همو بیرون است همین روز ساعتای همین روز بگیم یکم ایون است ساعتای 3-4 بعد ابد مرا زنگ زد همچیز دیدم ویدیو کردم با ما روان کردن خودتون برادرای عزیز همشه با چشماتون من میمونم ببینین به همون خاطر به خاطر الله برادرها چی قدری که میتونین این همین کارتای دوشنبه‌ستی خواهر خچای کدومی که میتونه با ابیش زنگ بزنین خواهر پرسین بود زنگ بزنین کدومی که اینوی غن بتونه چی قدری که میتونین همین خواهر یاردم کنه برادرای عزیز با یک کلبک مقصد خواهر خودش کم کم چواری میکرد زندگی را خواهرش خاطی هر دش مکتب بود کرده خواهرش طلبه مکتب هر دش مقصد راه گرفته خوب نمیتون هر چی بگیم ایندیوالید هستن معیوب هستن با خاطر الله برادر همین ویدیو را چی قدری که میتونه پدلی سکنه مردم غرم چی قدری که میتونه پدلی سکنه شاید که حاجی رحیم شاید نواری ما را ببینه و با همین مادر مقصد همین خواهرکو شاید که یگان خانه توفه کنه. الله از همتون راضی باشه. باز میگم شما سبب میشین همین لایک بمونین ویدیو رو پدلیت میکنین در گروپ ها سایت و چی سایت میکنین پدلیت سرچ کنین شاید شما سبب شین که همین خواهرکو صاحب خانه شود. الله از همتون راضی باشه. خداوند هر کجای باشین هیچگاه درد نبینین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوار تماشا کنین همش با پورگی سلام. Kabira.
انشالله بیمار میشه هیچی نمیشه. چرا از زد کرد؟ چرا زد کرد؟ نه هیچی نمیزد نشکرش داری یا مو دارد. نه اولی کلمه کرد. چرا زد کرد؟ اصلا شکرش. نمیلالی. اصلا بیاره نزنه چیزای میای بابشکنه. این دیگه سایده نداره رنگ شما کی بروا یگان چیز بخره نداره دیگه ایشتا. شما تو نمیاره میزنه نپرتوه. نادالتی ابن دنویای راش. بچه داره نه بچه داره نه بچه داره نه ما صاحب داره. نویای راش تبینه صاحب نداره. دقیقا صاحب نداره. چیزی معیوبی بیچاره رو گرفته پرتافته سودیان. سه معیوبه حکومت نویای راش نمیتاری که رسوده. امون ندارن تخفیف نیست امون نیست میگه کاری میکنن کتکی شابی شابلایی با اون سه معیوب نصیب نکرد با بطرق اچت یا نصیب میکنن شابلا با شوار نصیب نمیکنن فهمیدی؟ پروردگار 18,000 عالمین اه نصیب نکنن خداوندانی کریم دو فرزندی منم دبروان خدمت رفته منم بیام سه معیوب برین در کنم خونه هاشا بگیرم چیزی چارشه بزنم بشکنم امون ندارن نه دادن میتونه بگی سیان که همه را دایی تو پرتو امی بگی همه را بگی سیان که بگی یاره سیان که خطه بگی سیان که موسیقی سازن سیان که همه را بگی سیان که خب کنه سیان که بگی سیان که همه را نه من بگی سیان زورتی اومد وای میگو بگی سیان که همه را پرتو من ببین چیان اینو با کلیا پروردگاری 18,000 عالمین انا تو نکنم خب که Attention kamina. Attention kamina. Attention kamina. خب کنه شما. خنده بگیریم خدایش کسا به جا بعد نبودن تو میگفتی زنگ بزن اسبه خاک ما یا رسمون خاک نشما با مرجمان مهاجر ما دو معیوب از سال 2009 در همین ناحیه رشت استقامت میکنیم و یک خانه که به ما محترم جناب عالی به ما معیوبان که 4 معیوب در یک عالیه هستند توفه داده و در سال 2023 رئیس ناحیه و حکومت جمهوری ناحیه رشت حکومت به طریق زورآوری ما را از خانه بدر کردند و تمام چیزهای ما را از خانه پرداختن ما را به این حال گذاشتند. ما محترمانه خواهش میکنیم که به ما خانه نداریم به ما کمک رسانه داریم تا یک احوال ما برادران مهاجر این حال احوال ما که همراه خواهرم در خانه زندگی میکردیم ما را به طریق مجبوری از خانه رئیس ناحیه رشت ما را کوچانید به طریق مجبوری از شما برادران ما را کوچانید به طریق مجبوری از شما برادران رئیس ناحیه ما را این خانه حی کرد جای رفتن ندارم التماس میکنم خواهش میکنم برادرها با ما یک خانه استقامتی تأمین کنه و این ویدیوی ما را به رحیم فاجعه رسانید التماس میکنم ویدیوی ما را به رحیم غرمی و جناب عالی جناب عالی با ما خانه استقامتی داد ما را از خانه کشانیدن ما جای رفتن نداره من که معیوب به دنیا آمده مادر مرا پرتو جای رفتن ندارم التماس خواهش میکنم پدر معیوب مایندر دارم التماس میکنم با مای معیوب دستگیری کنه دستات نهید دستات نهید نه دستات نهید نه ای دستات نهید بیار مدینه بیار
می‌کنیم با کلی مردم مهاجر کسانی که ما را دستگیری میکنن کسانی که با ما غمخوری میکنن کسانی که ما را غمخوری میکنن دستگیری میکنن خداوند کریم نگهبانشان باشد همیشه در پناه الله باشد اکا جانا مردم مهاجر ما را دستگیری کنه خداوند نگهبانتان باشد در پناه الله باشد همیشه